با مقصد بلند برداشتن سویه دانش و ملکه دانشجویان در دانشگاه دولتی کلاب به نام ابو عبدالله رودکی یک قطار محفل‌های علمی عملی فعالیت می‌نمایند. یکی از چنین محفل‌ها این محفل روزنامه‌نگار جوان کاتدرای ژورنالیستیک فاکولته فیلولوژی تاجیک و ژورنالیستیک به حساب رفته امروز در نزد کاتدرا محفل نوبتی آن برگزار گردید. در محفل علیشیر عبدالمجید مدیر کاتدرای ژورنالیستیک، خلاوه غلطی متخصص ریاست علم و اینواسیون، مراد جمیل جانشین دکان عاید به تربیه فاکولته و دیگر آموزگاران و دانشجویان شرکت ورزیدند. نخست سخن را مدیر کاتدرا علیشیر عبدالمجید آغاز نمودند. سپس تاشمتف عمر دانشجوی سال یکم اختصاص روزنامه‌نگاری در موضوع مصاحبه و طرزهای گذراندن آن و نگاره جمعه‌خان دانشجوی سال اول همین فاکولته در موضوع ژورنالیستیک همچون کسب از بین می رود برآمد نمودند. باید قید کرد که محفل روزنامه‌نگاری جوان یکی از بهترین محفل‌های دانشگاه به حساب رفته ماه 2 مرتبه با شنیدن 2 معروضه برگزار می‌گردد. در محفل بغیر از آموزگاران دانشگاه این چنین ژورنالیستان شناخته منطقه کلاب نیز شرکت می‌ورزند.